خوشحالینی اماغنی یک دیگه خوب میخندیم مگیم. یک موضوع دیگر که خدمتش میخوایم عرض کنم ایه که بعد از آمدن در کانادا، در استرالیا، در جاهای دیگر بسیاری از رابطه های زن و شوهر، رابطه های عاشقانه دوست ها در خیلی از جاها دچار درد شده، شکست شده. یک موضوع بسیار کوچک و ریزه باعث میشه که خانواده ها از هم بپاشه، اولادا به سرنوشت شده. من در روز فرهنگ هزارگی یک شعر گفتم در همین رابطه، برشم میخوانم، امیدوارم که خوشم بیاد. ریسمان عشقم ماکمتر ببر ماکم بیار، ریسمان عشقم ماکمتر ببر ماکم بیار، وقت پای دل دبینه یک کمکی کم بیار. گفتی ما بالای تو ببرم دل ما باغ تازه شد، گفتی ما بالای تو ببرم دل ما باغ تازه شد، آل خوش که باغ دل ما یک دو قطره نم بیار. یاد تو منده یک دفعه گفتی که دم من موشی تو، یاد تو منده یک دفعه گفتی که تو دم من موشی، آل اول من نمیگری دم ما بر شد دم بیار. نه طلبنم قصر شاهی نه طلای سرخ و زرد، نه طلبنم قصر شاهی نه طلای سرخ و زرد، از همو گلهای چقنه یک دفعه بازم بیار. قربانشم که کلشم همدین، خسته نباشین، خسته نمیشن. نفرات زیاد در دور بر استاده، پایشم خواه نرفته؟ خیره. از این روز فرهنگ آزرگی در دیگر روز فرهنگ آزرگی یک کم پایشم خواه بره خوبه. امیر روز کم گیر میشه نه؟ هوا گرم، دلا خوش، گلا در بیرون لالک و اینا بسیار زیاد شده. بارش خوب بلده آدمان کمر درد میشه میره خمره، روزگارش خوب نیه. ما دیادم نمانده تا هنوز در خانه زنگ زده شم آبیخ گفته باشم که خوبی، گفته باشه اره بچه خوبیم. همیشه یا زانوش درد نه، یا کمرش درد نه، یا پایش درد نه، یا پاس گردونش درد نه. اما دو سه روز پیسه را این خوبه، از او پاس هم دردش باشه. Someone should translate. و یکو قیتان نموگم که بچیم رایی نک خیر بسه، پیشنده فقدر رایی کرده. کجا منم بچه همه مردم؟ در کربلا هم خود مصرف نموشه. خب خوشحالم که کل می اینجا هستیم، کار نیم، خانه پیسه رایی نیم، خدا مور بلدیم زوان نگاه کنه. تشکر شما. سلام به همه، تشکر که امروز با ما هستید. خوش آمدید. امروز یک بازی جالب به نام کاهوت داریم. کاهوت یک بازی آنلاین است که برای آموزش و سرگرمی ساخته شده. در این بازی سوالها داده می شود اینجا و شما باید یکی از جوابها را انتخاب کنید. We have 5 seconds left. 3, 2, 1. The answer is tempura. Yeah, good job, everyone. Now go Okay, the next question is the next. Next question is, do you recognize this guy? Does anybody recognize this guy? The answers are yes is Safdar Tawakkali, yes is Farhad Darya, yes is Ahmad Sahib, or yes is Nashinas. Make sure to not cheat. Okay, 4, 3, 2,
provinces. What province is this? Is it Takhar? Is it Daikundi? Is it Bamyan? Or is it Nagahar? Come on, everyone. Afghan geography. Who knows Afghan geography? 5, 4, 3, 2, 1. The answer is Daikundi. و همچنان تشکری میکنیم از ثانیه جان و فایزه جان از شاگردای UFT که برای تازگی محفل ما بازی کهود پیش بردن. وقتی کلمات کم می آورد صدا آغاز می شود و هنگامی که صدا با موسیقی همراه می شود ترانه شکل می گیرد که بیانگر فرهنگ و آرامش دهنده روح و جان آدمی می باشد. اکنون نوبت اجرای آهنگ دوم برنامه رسیده. فکر میکنید کی باشه؟ حمزه باشه یا یک هنرمند دیگه ما؟ و اکنون در این قسمت از برنامه باز هم یک اجرای زیبای دیگر داریم. اجرای یک سرود توسط تیم سرود ما با آهنگ زیبای سرزمین من. آهنگی که هر فرد و هر ترانه‌اش درد دل همه ما شما است و کسی نیست که با شنیدن این آهنگ به یاد وطن نگرفته باشد. و دعوت میکنم از گروه هنری سرود ما تا با ترانه زیبای از سرزمین من صدای عشق و وطن را در فضا پخش نمایند. عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک ندارم شعر و ترانه من به آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من بی تو نمک نداره شعر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جوای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من درمند بی دوای سرزمین من سرزمین من که غم تو را سرود از سرزمین من که ره تو را گشود از سرزمین من که به تو وفا نمود از سرزمین من تشکری میکنیم از گروه سرود که با اجرای نامشان روح و دلمان را با خاطره های وطن تازه کرد. لباس ما فقط پوشش نیست، روایت است، ریشه است، فرهنگ است. همه آماده باشید تا آخیره تماشای یک نمایش بی‌نظیر. خب دوستان با معذرت فعلا آهنگ داریم. در یک قسمتی از برنامه از برادر ما روح الله دعوت میکنیم تا روی استیج آمده و با آهنگ زیبایشان و تازگی محفل ما بیشتر بیافزایند.
تارهای دنبوره و صدای زیبایشان و زیبایی محفل ما افزودند. لباس فقط پوشش نیست، روایت است، ریشه است، فرهنگ ماست. همه آماده باشید تا آخیره تماشای یک نمایش بی‌نظیر از زیبایی یک فرهنگ شوید، فرهنگ هزاره ها. لباس هزارگی نمادی از فرهنگ و گواهی واقعی از هویت و روحیه منحصر به فرد مردم هزاره است. از مدل هایمان دعوت میکنیم تا به صحنه بیایند و ظرافت و طرحهای زیبای هزارگی را به نمایش بگذارند. Yes, Hazara clothing is not just a style. It's a story. It tells about culture, colors, and community. So, enjoy the beautiful tradition in our Hazara fashion show. So, put your hands together for our fashion show group.